به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب واریس نوشته پروفسور بروس کمپل هستش و ترجمه افسانه شایسته آذر. انتشارات ارجمند این کتاب علمی و آموزشی را در سال 1389 در تهران منتشر کرده. این کتاب در حوزه دسته‌بندی پزشکی عمومی قرار داره و کتاب بسیار جالبی هستش. کتاب واریس حاوی مبحثی علمی در مورد واریس به زبان ساده است. این کتاب را سیامک ملکی ویرایش کرده است. این اثر شما را با وریدهای واریسی، جراحی و خطرات آن، عود کردن وریدهای واریسی، معاینه و بررسی آن، روش‌های ساده کنترل علائم، ترومبوز و التهاب وریدی و خونریزی آشنا می‌کند. بروس کمپل نویسنده این کتاب علمی مشاور متخصصان جراحی عروق بوده است. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. وریدهای واریسی بسیار شایع بوده و با ظاهری ناصاف، برآمده و آبی رنگ در پای افراد دیده می شود. این وریدها غالباً هیچ مشکلی به وجود نمی آورند و تنها ظاهر آنهاست که باعث نگرانی می شود. ظاهر این وریدها برای برخی از مردم آنقدر ناپسند است که تنها به دلایل زیبایی شناسی می خواهند از شر آنها راحت شوند. به طور کلی، احساس ناراحتی یا ترکیبی از احساس ناراحتی ناخشنودی به لحاظ زیبایی مهمترین دلیل مراجعه افراد برای درمان واریسی است. در این کتاب مشکلات ناشی از وریدهای واریسی توضیح داده شدند و نظرات موافقان و مخالفان روش‌های درمانی مختلف توصیف شده است. دکتر بروس کمپل مشاور متخصصان جراحی عروق است و تجربیات بسیاری در زمینه درمان بیماری‌های آرتریتی و سیاه‌رگی دارد و توجه اصلی او بر وریدهای واریسی متمرکز شده است. دکتر کمپل در حال سازماندهی جراحی عروق در سطح ملی است و کتاب‌ها و سخنرانی‌هایش در مورد بیماری‌های عروقی بسیار شناخته شده‌اند. این کتاب با فهرست همه چیز درباره وریدهای واریسی، ترومبوز، التهاب وریدی و خونریزی، روش‌های ساده کنترل علائم، معاینه و بررسی وریدهای واریسی، چه زمانی جراحی با درمان به وسیله تزریق ضروری است، درمان واریس از طریق تزریق، جراحی وریدهای واریسی، بعد از جراحی وریدهای واریسی، جراحی چه خطراتی دارد؟ آیا وریدهای واریسی عود می‌کنند؟ درمان‌های جدید وریدهای واریسی، وریدهای نخی شکل و مشکلات ظاهری دیگر و انتخاب جراح برای عمل و وریدهای واریسی شروع شده. وریدهای واریسی خیلی شایع هستند. آنها سیاه‌رگ‌های برجسته، برآمده و آبی رنگ هستند که روی پای کسانی که شلوارک، لباس حمام یا دامن پوشیدن می‌بینیم. بسیاری از افراد وریدهای واریسی خود را همیشه با پوشیدن شلوار یا ساق‌بند پنهان می‌کنند، چون از ظاهر آنها خجالت می‌کشند. سیاه‌رگ‌هایی که واریسی می‌شوند همان وریدهایی هستند که درست زیر پوست قرار دارند، نه وریدهای مهم عمقی که بیشترین حجم خون را انتقال می‌دهند و گاهی ممکن است دچار ترومبوز خطرناک شوند. این امر بدین معناست که اگر وریدهای واریسی مشکل آفرین هستند، می‌توان آنها را به وسیله جراحی خارج یا با تزریق مسدود کرد که بهش میگن اسکلروتراپی. تقاضا برای درمان وریدهای واریسی خیلی بالاست. سالانه بیش از 50,000 عمل انجام می شود. اکثر افرادی که وریدهای واریسی دارند
هیچگاه به مشکلات درمانی جدی ناشی از واریس مانند زخم مبتلا نمی‌شدند و بنابراین نسبت به کسانی که بیماری‌های خطرناکتری دارند در اولویت بعدی درمان قرار می‌گیرند. کدام وریدها واریسی نیستند؟ وریدها در زیر پوست شکل‌هایی ایجاد می‌کنند که مخصوصاً در افراد روشن قابل مشاهده هستند. همه مردم چنین سیاه‌رگ‌هایی در زیر پوستشان دارند، اما این وریدها در بعضی افراد بیشتر دیده می‌شوند تا زمانی که این وریدها گشاده، کج و معوج و برجسته نشوند به آنها واریس نمی‌گوییم. وریدهای عنکبوتی، شعله مانند و دیگر وریدهای آبی یا قرمز نازک هم روی پوست پاها معمول هستند، به خصوص وقتی سن بالا می رود، اگرچه معدودی افراد در جوانی به آن دچار می شوند. این وریدها مانند وریدهای واریسی نیستند و وجود آنها به این معنا نیست که احتمال ابتلا به وریدهای واریسی بیشتر است. واژه‌هایی که برای توصیف وریدهای مشخص روی پا به کار برده می‌شوند. واژه‌های متفاوتی برای توصیف و طبقه‌بندی انواع متفاوت وریدهای قابل مشاهده بر روی پا به کار برده می‌شوند. هیچ گونه طبقه‌بندی جهانی مورد قبل در این مورد وجود ندارد. اما احتمالاً بهترین توصیف وریدهای واریسی، وریدهای پهن‌تر از 4 میلیمتر، وریدهای مشبک که وریدهای باریکتر از 4 میلیمتر و مویرگ فارخی، وریدهای کوچک پوست که کمتر از 1 میلیمتر پهنا دارند، وریدهایی که اغلب مشبک یا شعله مانند نامیده میباشد. سیستمی به نام طبقه بندی بازل، وریدهای تنه‌ای، وریدهای مشبک و وریدهای درهم تنیده را توصیف می کند. از این سیستم در طرح‌های تحقیقاتی استفاده می شده است، اما پزشکان معمولاً از این اصطلاحات استفاده نمی کنند. مشکلات ناشی از وریدهای واریسی. وریدهای واریسی معمولاً هیچ مشکلی به وجود نمی آورند. معمولی ترین مشکل در مورد ظاهر آنهاست. این وریدها هنگام ایستادن برجسته شدن چون در زیر فشار پرخون می شوند. اما در حالت درازکش صاف می شوند. به خصوص بعد از ایستادن طولانی مدت ممکن است احساسی از سنگینی، درد و ناراحتی در پاها به وجود بیاید. گاهی وریدهای واریسی باعث تورم قوزک می شوند، اما دلایل دیگر بسیار شایع‌تر هستند. در معدودی افراد وریدهای واریسی نهایتاً به اگزما و تیره رنگ شدن پوست قوزک منجر می شوند. به این دلیل که در قوزک‌ها فشار خون بالایی وجود دارد. سپس ممکن است در قسمت‌های آسیب دیده پوست زخم‌هایی به وجود بیاید. دورنمای زخم‌ها افراد زیادی را نگران می‌کند. اما شمار بسیار معدودی از افراد مبتلا به وریدهای واریسی به زخم دچار می‌شوند و اغلب همیشه در ابتدا علائم هشدار دهنده‌ای وجود دارند. هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که افراد مبتلا به واریس که پوست سالمی دارند نگران زخم شدن پوستشان باشند. وریدهای واریسی همچنین نگرانی‌هایی در مورد احتمال لخته شدن خون یا ترومبوز ایجاد می‌کنند. اما دلایل کمی برای این امر وجود دارد. نوعی از ترومبوز که می‌تواند خطرناک باشد در وریدهای عمقی پا ایجاد می‌شود، نه در وریدهای زیر پوست که واریسی می‌شوند. ترومبوز وریدی عمقی گاهی لخته‌هایی تولید می‌کند که به ریه‌ها می‌روند، آمبولی ریوی یا به ورم دائمی پا منجر می‌شوند. به این مورد در بخش‌های بعدی می‌پردازیم. سیاه‌رگ‌های واریسی ممکن است به ترومبوز فیلی بیتس دچار شوند. این وریدها سخت و متورم می‌شوند، ولی خیلی به ندرت این مورد به ترومبوز وریدی عمقی منجر می‌شود.
مشکلات دیگری مانند خونریزی بسیار نادر است و فقط معدودی از افراد مبتلا به واریس به خونریزی دچار می‌شوند. بهتر است تکرار کنیم به ندرت وریدهای واریسی به بیماری‌های خطرناک منجر می‌شوند. درمان‌های وریدهای واریسی: از آنجا که اکثر وریدهای واریسی مشکلات جدی را پیش نمی‌آورند، درمان به ندرت ضروری است. درد و سنگینی پاها را اغلب می‌توان با پوشیدن جوراب‌های واریس یا ساق‌بند کنترل کرد. وریدهای واریسی کوچکتر را می‌توان با تزریق درمان کرد، اسکلروتراپی، که در این روش سیاه‌رگ‌ها مسدود و واریس ناپدید می‌شود. وریدهای بزرگتر را معمولاً برای حصول به نتیجه مطلوب در دراز مدت به وسیله جراحی خارج می‌کنند. مهمترین پیشرفت اخیر در درمان وریدهای واریسی روشی است که در آن متخصصان جریان خون درون وریدها را به وسیله سونوگرافی بررسی می‌کنند. این روش دقیقاً معلوم می‌کند دریچه‌های کدام وریدها نارسایی دارد و نسبت به گذشته امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای درمان را فراهم می‌کند. با درمان تمام و کمال و دقیقاً برنامه‌ریزی شده، احتمال رهایی طولانی مدت از وریدهای واریسی بیشتر است. تنها دلیل برای در انتخاب درمان به وسیله جراحی یا تزریق این است که وریدهای واریسی مشکلات زیادی برای فرد به وجود آورده باشند. در بعضی افراد ظاهر وریدها ممکن است آنقدر غیر قابل قبول باشد که فقط به خاطر زیبایی بخواهند از شر آنها خلاص شوند. به طور کلی ناراحتی یا ترکیبی از ناراحتی و شرمندگی از نازیبایی ظاهری شایع‌ترین دلیل افرادی است که تقاضای درمان دارند. ترس از بدتر شدن وریدهای واریسی یا زخم شدن پوست سالم به تنهایی دلیل خوبی برای اقدام به درمان نیست. این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه وریدهای واریسی می‌توانند مشکل ایجاد کنند و نقاط قوت و ضعف انواع درمان را توضیح دهند. نکات کلیدی: واریس بسیار شایع است. واریس به ندرت باعث بروز مشکلات جدی می‌شود. درمان فقط در صورتی ضروری است که وریدها به قدر کفایت مشکل آفرین باشند. همه چیز درباره وریدهای واریسی: شریان‌ها، مویرگ‌ها و وریدها. قبل از صحبت درباره وریدهای واریسی باید تفاوت بین شریان و سیاهرگ را درک کنیم و چیزهایی در مورد سیاهرگ‌های طبیعی پاها بدانیم. شریان‌ها، مویرگ‌ها و سیاهرگ‌ها لوله‌هایی هستند که خون را به نقاط مختلف بدن انتقال می‌دهند. همه آنها را می‌توانیم رگ‌های خونی بنامیم. شریان‌ها هنگامی که قلب تلمبه می‌زند، خون را از طریق شریان‌ها به سراسر بدن می‌فرستد. شریان‌ها به رگ‌های کوچک و کوچکتر تقسیم می‌شوند تا زمانی که خون در مویرگ‌ها جریان پیدا کند. دیواره مویرگ‌ها فقط به اندازه یک سلول ضخامت دارد. بدین ترتیب اکسیژن، گلوکوز و دیگر مواد می‌توانند از آنها عبور کنند تا بافت‌ها را تغذیه کنند. مواد زائد سوخت‌وساز مانند دی اکسید کربن و اسید لاکتیک در جهت مخالف به داخل مویرگ‌ها وارد می‌شوند. شبکه‌ای از مویرگ‌ها در اطراف سلول‌های همه قسمت‌های بدن وجود دارد که مواد غذایی را به سلول‌ها می‌رساند و مواد زائد تولید شده را همراه جریان خون می‌برد. سیاهرگ‌ها: مویرگ‌ها به هم می‌پیوندند تا وریدها کمی بزرگتر را بسازند. وریدچه‌ها یا وریدهای باریک و این وریدها در مقابل به هم می‌پیوندند تا سیاهرگ‌ها را تشکیل دهند. هنگامی که تعداد بیشتری ورید به هم متصل می‌شوند، عریض‌تر می‌شوند و نهایتاً از طریق بزرگترین سیاهرگ‌ها یعنی سیاهرگ اجوف فوقانی از قسمت بالاتنه و سیاهرگ اجوف تحتانی از پاها، لگن خاصره و شکم خون به قلب باز می‌گردد.
وریدهای کوچک که به وریدهای بزرگتر متصل میشوند انشعاب نامیده میشوند به جای شاخه، به این دلیل که خون از طریق آنها به وریدهای بزرگتر وارد می شود. مانند آبی که در ریزابه ها به رودخانه بزرگ می ریزد. خونی که در سیاه رگ‌ها جریان دارد تیره تر از خون شریان هاست به دلیل اینکه اکسیژن کمتری در آن وجود دارد. برخلاف خونی که در شریان ها جریان دارد، جریان خون در سیاه رگ‌ها کندتر است و ضربان ندارد. در وریدهای پاها فعالیت عضلات پا در کمک به تلمبه کردن خون به سمت قلب خیلی اهمیت دارند. دریچه‌های سیاه رگ‌ها باعث می‌شود خون به سمت قلب جریان پیدا کند. دریچه‌ها به خصوص در وریدهای پا خیلی اهمیت دارند به این دلیل که خون در غیر این صورت نمی‌تواند هنگام ایستادن در جهت مخالف از پایین به بالا جریان پیدا کند. بیماری‌های شریان‌ها و سیاه رگ‌ها. بیماری‌های شایع شریان‌ها و سیاه رگ‌ها کاملاً با هم تفاوت دارند. تصلب شرائین شریان‌ها را باریک و سخت می‌کند که باعث حمله قلبی، سکته و قانقاریا می‌شود. اما مشکلی برای وریدها ایجاد نمی‌کند. وریدهای واریسی کاری به حمله قلبی، سکته یا قطع پا ندارد. ترومبوز به معنای لخته شدن خون در رگ‌های خونی است و می‌تواند هم در شریان‌ها و هم در سیاه رگ‌ها رخ دهد. اما علت و معلول‌های آن متفاوت است. تشکیل لخته در وریدهای عمقی پا می‌تواند خطرناک باشد، اما این وریدچه با آنهایی که به واریس مبتلا می‌شوند تفاوت دارند. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. امیدوارم اگر به مسائل پزشکی علاقه دارید و اگر واریس در اطرافتون، در خانواده‌تون یا در خودتون هستش، حتما کتاب‌هایی رو در این زمینه مطالعه کنید و راه‌های بهبود واریس رو پیدا کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.